با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما بزرگواران. امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمت چهارم از پکیج آموزشی طراحی کاور موزیک در خدمتتون هستم. در این قسمت قصد دارم که این کار رو طراحی کنیم، یه کار خیلی شیک و زیبا. تصویرمون این هستش، وارد نرم افزار میکنیم، بزرگش میکنم به این صورت. خودتون میدونید دیگه، در قسمت های قبل گفته شده. خب دوباره روش کلیک میکنم تا قفلش شکسته بشه. حالا من میام کنترل جی رو میزنم تا ازش یک کپی بگیرم. دیگه به این کاری ندارم، با این یک کار دارم. میام از گزینه فیلتر، بلور و رادیال بلور، حتما روی گزینه زوم باشه. دقت کنید، حتما روی این گزینه باشه، چون ما با این کار داریم. حتما روی این گزینه بذارید. و حالا اینجا میزان اون بلور رو مشخص میکنید که چقدر باشه. 10 خوبه فکر کنم. اوکی رو میزنم تا اعمال بشه. بله، ولی خب ببینید من اینو میکنم 15، بعد اوکی رو میزنم تا یکم بیشتر بشه اون. بله، حالا یک لایه ماسک بهش اضافه میکنم. بی رو میزنم، کلیک راست میکنم، براش فعال میشه. بعد با کلیک راست میتونم اینجا. حالا من میام این گزینه رو انتخاب میکنم و به این صورت ببینم این چطوره. این به این صورت خیلی عالی. بعد من میام متن ها رو وارد میکنم. اول از همه من ببین این کد رنگ رو من گرادینت، دیگه کاملا آشنا شدید با این گرادینت. و چون یکم حالا محیط و درخت و این سبزه، رنگ سبز هم رنگ سبز هم از رنگ. ببینید این چطوره. مودش روی سافت لایت باشه. آره همین خوبه، سافت لایت. بعد حالا اینم از این. یه لحظه اجازه بدید من ببینم اینو یه تستی کنم. من اینم هستش. نه این به نظرم زیاد جالب نمیشه، میگم تیره تر. همین رنگ خوبه. اوکی. خب حالا من میام تی رو میزنم و اسم آهنگ، بعد تو به شکستم از آقای شهرام شکوهی. بله ببخشید، اینم از این. حالا اعمال شد. این استایل رو میدم بهش. بعد میام گرادینت رو من بر میدارم به این صورت، قرار میدم اینجا. بعد اسم خواننده شهرام شکوهی. این فونت ببینید یکم میخوام این چیز بشه، یکم بولد، حالت بولد داشته باشه، ضخیم باشه یعنی. بله خودشه، چنین چیزی میخواستم. فکر کنم الان
درسته خودشه الان حل. بعد اینم از این دقیقا ببینید از به همین صورت کنترل آر رو میزنم. میخوام در راستای یعنی در زیر این کلمه توبه شکستم باشه 214 213 هم که نه 210 میاره میشیم برتر. اوکی. الان کلیکراس تنظیمات و سایه هم که فکر نکنم واسه این سایه بخواد، چون که ببینید اینجا هم رنگ متن رو این رنگی گذاشتیم، ولی خب یه کاری میتونی بکنیم. اینو من 5 قرار میدم، اینم 8. بعد کاور اورلی میتونم اینم سفید قرار بدم ببینم چطور میشه. این نه زیاد جلو نمیشه، یعنی حالا اینو سفید بذاریم. خب اینجا حتما باید پس سایه بیشتر بشه دیگه. اینم 8 و اینم 10 کنم. اینم 10 اینم 10 کنم من. هیجده و 15. خوب شد. خوبه الان خوب. اوکی. بعد اینم از این سراغ متن بعدی میرم، کپی میکنم، این از همین قسمت اینم. اینم سفید بشه دیگه. واسه این یه فونت خیلی معمولی همینه، یه چنین چیزی میخواستم دقیقا. من از این یه کپی میگیرم میارمش پایین، بعد اینجا پیستش میکنم، ولی باز نه، مثل این که همین اعمال میشه. مشکل نیست، ما میتونیم خیلی راحت اسم فونت اینو کپی کنیم و اینجا پیستش کنیم تا روی این هم اعمال بشه به این صورت. و رنگ این هم تغییر میدیم به این صورت. هر دوتا اینا هم باز باید کوچیک‌تر بشن. ببخشید 80 خوبه، عالیه. خب اینم از این. عالی شد. اینم از این قسمت ببینیم. اینم از این. خب حالا دیگه اینم از متن‌ها که وارد کردیم. فقط از این یک کپی دیگه میگیرم، کنترل زد تا یکم پر رنگ تر بشه، ببینید یکم زیباتر بشه به این صورت. واسه اینم که سایه نمیدونم خوب میشه یا نه، یه تستی کنیم. اینو هم 5 و 5 و اینم 5 خوبه. اینم همینطور 5 و 5 با زاویه 3 خوبه. اینم عالی شد، خیلی هم عالی. حالا اینم که باز رنگی که حالا
نه همین خوبه، بذار همینطور باشه. این هم که استایل هم که دادیم بهش، به همین دلیل رنگش تغییر نکرد. خب مهم نیست، همین خوبه، عالیه. خب حالا میریم سراغ یه تصویرمون. این تصویر اینو اجازه بدید من بعدا اضافه کنم. الان من میخوام که واسه این یه تنظیمات رنگ بهش بدم. اینو یکم روشن‌ترش میکنم به این صورت. ببینید از این قسمت هم میتونید اینا رو تغییر بدید. ببینید مثلا میتونید اینجا به این صورت کنید یا به این صورت که بد میشه. خب اینم حالا مثلا اینا میکنم منفی 10. خب از این قسمت هم میتونید کلا بیس کارتون رو تغییر بدید. ببینید چقدر زیبا شد و خیلی هم عالیه. این مثلا همین رنگ خوبه، من همین رو انتخاب میکنم. لولز رو انتخاب میکنم، اینو میذارم 20. اینم باشه 1.20. باز اینم بشه 240. خوبه، عالیه. بعدش کرفس میخوام. کرفس هم که اینجا من میارم یکم، میخوام حالت تیره بدم به این، یه ذره زیاد نه. خوبه. ببینید اینم از این. اینو فعلا غیر فعالش میکنم، بعدم باش کار دارم. بعدش تنظیمات رنگ و اینا هم که دادیم، میخوام که یک کالر برانس دیگه به این اضافه کنم. اینو میذارم مثبت 15. اینم بشه منفی 10. نه منفی 5. اینم بشه مثبت 20. نه مثبت 50. ببینم چطوره واسه این. خب اینم خیلی زیاده، مثبت 30 میذارم واسه این. خوب شد. بعدش میخوام که یه رنگی هم واسه این انتخاب کنم و حالت سافت لایت ببینم خوب میشه یا نه. حالت های دیگه هم هستن ولی خب اپاسیتی هم کم بشه، مثلا بیاد 50. خوب شد، بیس کارمون خیلی قوی شد. این گرادینتمون هم که رنگ سبز داده بودیم دیگه، تون بیس کارمون کلا عوض شد. اینا این رنگی کنم ببینم چطور میشه. یه رنگ چنین رنگی، رنگ این قسمت رو میخوام سیاه کنم تا یکم زیباتر بشه. خیلی خوب میشه، عالی شد. اینم از این. بعد حالا میرم سراغ تصویرم، وارد دیزاینم میکنم. کار بسیار زیبایی شد و با این یکی خیلی فرق کرد، خیلی هم زیباتر شد. از این هم زیباتر شد از نظر من. حالت روی اسکرین، ماسک و با یه براش نرم و اندازه کوچیک اینا رو یکم کم میکنیم. این قسمت های اپاسیتی و اینا رو
باز یکم اپاسیتی کم میکنیم، فلو، و باز به این صورت به این صورتی که ملاحظه میفرمایید. همین زیبایی عجب کار زیبایی شد، خیلی هم عالی. این هم از این. و حالا اینو اعمال میکنم. به نظر من دیگه این نیازی نیست، چون به نظر من این تیره تر میشه، یکم بد میشه، زیاد تیره خوب نیست. پس اینو پاکش میکنم، دیلیت میزنم و این پاک بشه، ماشین نیستیم. حل. اینم از این. و در آخر سر باز کاری که همیشه میکنیم، واسه اینم یه فونت خوبی واسهش انتخاب کنیم، ببینیم چطور میشه. خودشه. اینم از این کار. خیلی خیلی زیبا شد و امیدوارم که به دلای مهربونتون بشینه این کار و این آموزش ها و پکیج ها و مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره و لذت ببرید و بدونید با این آموزش ها کاورهای خوبی رو بزنید و از این نکات و ترفندی که گفته شد، ترفند ها و این آموزش ها و ترکیب و این و فونت ها و اینا کلا به دردتون بخوره و امیدوارم که استفاده کافی رو ببرید. در قسمت آخر، یعنی در قسمت بعدی که قسمت آخر پکیجمون هستش، اختصاص میدم به اینکه شما رو با این نرم افزار آشنا میکنم که شما بیاید چطور این طرحهایی که طراحی کردید رو، کاورهایی که طراحی کردید رو وارد روی، یعنی تگ آهنگ بذارید و روی آهنگ اعمال کنید این کاور خودتون رو یا طرح خودتون رو، تا توی حالا گوشیتون وقتی دارید یا مثلا روی کامپیوترتون دارید و آهنگ باز میکنید کاور نمایش داده بشه. با من همراه باشید. مرسی از توجهتون، ممنون. من این فایل ها رو هم سیو میکنم و براتون قرار میدم. تمامی این فایل ها، براش ها و اینا همشون براتون گذاشته میشه. مرسی.